چجوری از بچه هامون بیماران روحی بسازیم؟ کاری نداره، خیلی راحت. حتما لازم نیست هر روز کتک بزنی، تحقیر کنی یا آسیب‌های خیلی بزرگ مثل تجاوز یا سوگ رو تجربه کنه. گاهی اوقات رفتارهای خیلی ساده و احتمالاً خیرخواهانه شما بیمارشون میکنه. یکیش این که اصرار داشته باشی همیشه ساکت و مؤدب باشه. این یعنی به جای اینکه باهاش تعامل احساسی کنی، در واقع میخوای احساسش رو سرکوب و کنترل کنی. دومیش این که اصرار داشته باشی ظاهرش همیشه باب میل تو باشه. چرا انقدر چاق شدی؟ موهات چرا این شکلیه؟ هیکلت داره خراب میشه. سومیش به حضور بچت احترام نذاری. مثلا بدون در زدن یا بدون اجازه وارد اتاقش بشی یا در حضورش حرفهایی بزنی یا رفتارهایی انجام بدی که مناسب سنش نیست. این به شدت بی احترامی به بچه است. در نتیجه همین رفتارهای کوچیک باعث میشه که بچه متقاعد بشه برای والدینش ارزشمند نیست، پس خودش هم برای خودش ارزشی قائل نیست و احساس بی‌ارزشی زمینه‌ساز بیماری‌های روحیه.